بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله متعال بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از شرح معانی آیات کلام پاکش و آیات دیگر از سوره مبارکه بقره در خدمت شما خوبان و دوستداران کلام الله رحمان باشیم. در درس‌های گذشته به همراه شما سروران تا آیه 129 از سوره مبارکه البقره رو پیش رفتیم و در این درس هم آیات دیگر از این سوره رو به تلاوت خواهیم گرفت. در آخرین آیه‌ای که در جلسه گذشته به همراه شما سروران صحبت کردیم، الله متعال برای ما از دعای ابراهیم علیه السلام درباره رسالت محمد مصطفی علیه السلام صحبت فرمود. دعایی که ثمره و نتیجه آن محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود و در این دعا ابراهیم علیه السلام از الله متعال خواست تا در میان نسل و ذریه او پیامبری را مبعوث دارد، در میان نسل او و اسماعیل پسرش علیه السلام پیامبری مبعوث دارد تا آیات کلام پاکش را بر پیروانش بخواند و آنها را تعلیم دهد، قرآن کریم را بر آنها تعلیم دهد و حکمت یا همان سنت را به آنها بیاموزاند و آنها را تزکیه نماید. مهمترین امری که نتیجه همه این موارد است و ثمره این مراحل. ابراهیم علیه السلام این دعا را فرمود و از الله متعال خواست تا این پیامبر نازنین رو مبعوث دارد و این پیامبر نازنین مبعوث شد در میان فرزندان او و ابراهیم علیه السلام جد بزرگوار محمد مصطفی علیه السلام است. در ادامه الله متعال در آیه 130 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین. و کیست؟ و من یرغب در لغت از رغبت میاد، علاقمندی، تمایل و روی آوردن یک شیئی میشه رغبت. در فارسی ما استفاده میکنیم، میگوییم که این رغبت دارد، رغبتی ندارد. و وقتی که با کلمه الا بیاید به معنای تمایل داشتن، به معنای دوست داشتن، به معنای رغبت داشتن است. و الی ربک فارغب، مثلا این آیه را ما داریم که به سوی پروردگارت روی کن. وقتی که با کلمه عن می آید و من یرغب عن ملتی، مثل اینجا معنای او برعکس میشه کلا. وقتی که کلمه یرغب با عن آمده اینجا، وقتی که با عن بیاید این تعبیر به معنای عکس می شود، به معنای عدم تمایل، به معنای روی گردانی، به معنای اعراض، پشت کردن. و من یرغب عن ملت ابراهیم، کیست که تمایل نداشته باشد، علاقه نداشته باشد، نخواهد، رو نکند، پشت کند، اعراض کند. عن ملت ابراهیم، از ملت ابراهیم. ملت ابراهیم، ملت به معنای آیین و دین است. ملت به معنای آیین و دین است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. ملت به مجموعی از افراد گفته می شود که یک زمانی آنها را جمع کرده باشه یا یک مکانی آنها را جمع کرده باشه یا دین واحدی آنها را جمع کرده باشد. و من یرغب عن ملت ابراهیم، از آیین ابراهیم، از دین ابراهیم چه کسی روی گردانی می کند. و من یرغب عن ملت ابراهیم
الا من سفیه نفسه الا من سفیه نفسه، مگر آن کسی که سفیه نفسه، سفیه از سفاهت می آید، یعنی سبک عقلی و سبک سری، انسان بیخرد، انسان نادان. چه کسی رو نمی آورد به آیین و اون اعتقاد و باور پاک و زیبای ابراهیم علیه السلام، مگر کسی که خود را به نابخردی زده است، خود را انسان نادان و سفیهی قرار داده است و کسی که سبک سر شده است. انسان نادان به جز یک انسان بیخرد و نادان و ناآگاه و جاهل، چه کسی از آیین و دین و ملت ابراهیم علیه السلام و راه و روش او روی گردان می شود. این ترجمه روانش می شود این: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. کیست که خبر ابراهیم علیه السلام رو بشنوه، رسالت او رو ببینه، دعوت زیبای او رو ببینه، توحید او رو ببینه و قبول نکنه، روی گردان بشه، جز انسان نادان، جز انسان بیخرد، جز انسان جاهل؟ چطور می شود که یک انسانی این شخصیت عظیم رو با این همه خوبی، با این همه پاکی، با این همه زیبایی، با این همه وضوح در دعوت و رسالت و معجزات ببیند و پیرو راه او نشود، جز یک انسان نادان و ناآگاه؟ چون اگر انسان به سراغ یک انسان خوب نرفت، طبیعتا نتیجهش اینه که به سراغ انسان بدی می رود. چه کسی از راه و روش ابراهیم علیه السلام سر باز می زند مگر یک انسان بیخرد و نادان؟ ولقد اصطفیناه فی الدنیا، و در حالی که من الله با عظمت او را انتخاب کردم در دنیا. انتخاب شده است. اصطفا یعنی انتخاب، و مصطفی هم که برای محمد مصطفی علیه السلام استفاده می شود به معنای انتخاب شده. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. در پایان سوره مبارکه حج الله متعال می‌فرماید که الله متعال عده‌ای از انسان‌ها و عده‌ای از ملائکه را برمی‌گزیند برای اون رسالتی که به آنها می‌دهد. اصطفا یعنی انتخاب. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، من الله با عظمت ابراهیم رو در دنیا انتخاب کردم برای امامت در دین، برای پیامبری، برای این آزمایش‌هایی که هر کدام را یکی پس از دیگری به بهترین وجه ممکن ایشان اون امتحان رو پشت سر گذاشت. و انه فی الاخرة لمن الصالحین. و ابراهیم علیه السلام نه تنها در دنیا مورد انتخاب الهی قرار گرفت و از بهترین های دنیا بود و انتخاب شده الله متعال بود و به درجات بالا و عظیم رسید. و انه فی الاخرة، او در آخرت هم لمن الصالحین، از جمله صالحان است، از جمله شایستگان است، از جمله کسانی است که در بالاترین درجات و مراتب قرار دارند. همچنین انسانی که در دنیا از بهترین هاست، در آخرت از بهترین هاست، مورد تایید الله متعال است. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و الله متعال او را دوست صمیمی خود قرار داده است و الله متعال از او راضی است و امتحانهای فراوانی را پشت سر گذاشته است و عمری در عبادت الله متعال سپری کرده است و این انسان یک بار هم الله متعال رو معصیت نکرده است، کلا و حاشا. همچنین انسانی با این درک، فهم، شعور، شجاعت، متانت، تقوا، زهد، حکمت و درایت و این انسان که متصل است با وحی الهی، چرا نباید از او اطاعت شود؟ چرا نباید این انسان الگو قرار بگیرد؟ چرا نباید این انسان مقتدا قرار بگیرد و انسان پشت سر او حرکت بکنه؟ و الله متعال میفهمد فقط انسان‌های نادان و ناآگاه هستند که حاضر نیستند دعوت ابراهیم علیه السلام رو بپذیرند. اذ قال له ربه اسلم. آن لحظه‌ای که ابراهیم علیه السلام را الله متعال به او فرمود، دوباره الله متعال برای ما از ابراهیم علیه السلام میگوید، این پیامبر که انقدر محبوب است نزد الله متعال، اذ قال له ربه، اون لحظه‌ای که فرمود به او پروردگارش اسلم، تسلیم شو، اسلم، تسلیم شو، فرمان بردار باش، مخلص و مطیع باش، خودت رو تسلیم کن، خودت رو بسپار به الله متعال، همه تن به سمت الله متعال پیش بیاد، در برابر دستورات الله متعال تسلیم شو، دست بالا ببر، مسلمان شو. مسلمان یعنی تسلیم شده، تسلیم شده در برابر الله متعال، دستورات الله متعال، خودت رو بسپار به الله متعال، خواسته های خودت رو مطابق کن با خواسته های الله متعال، تسلیم شو. کسی که تسلیم میشه، اصلا اسلم یعنی تسلیم شو.
تسلیم شدن. ما الان کسی که در میدان تسلیم میشه، کسی که تسلیم میشه چیکار میکنه؟ کسی که تسلیم شد الان دیگه این از خودش اختیاری نداره، خودش رو میسپره به اون کسی که او رو گرفته و تسلیم او شده. او تعیین میکنه که این کجا بخوابه، او تعیین میکنه چه وقت بخوابه، او تعیین میکنه چه وقت بیدار بشه، او تعیین میکنه که چی بخوره، او تعیین میکنه که چی بپوشه، او تعیین میکنه که چی ببینه، او تعیین میکنه با چه کسی رفتار داشته باشه، گفتار داشته باشه، او تعیین میکنه با چه کسی نشست و برخاست داشته باشه. مثلا کلا زندگی او رو او تعیین میکنه. کسی که تسلیم شده، یک نفری این خودش رو تسلیم کرده و تمام اختیارات زندگی خود رو به او سپرده است. و در دنیا اگر مردی، انسانی یا زنی، هر کسی که در دنیا اسیر میشه پیش کسی دیگری و زندان میشه، گویی که زندانی اوست، گویی که برده اوست، اما این در حقیقت خودش رو در زندان میاندازه، در حقیقت در اسارت میاندازه. اما اون تسلیم شدن در برابر الله متعال بسیار متفاوت است. ما این تسلیم شدن در برابر الله متعال در حقیقت ظاهرش تسلیم شدن است، اما در باطن خود آزادی کامل را دارد. چون انسان هر چقدر که خود را از هوا و هوس نفس خودش رها بکنه و آزاد بکنه، هر چقدر که از بردگی شیطان و نفس خود را آزاد بکنه و بر الله متعال بسپارد، معنای آزادی رو میچشه. انسان اگر خودش رو بر الله متعال نسپارد، به این معناست که به نفس و شیطان سپرده است. و هر کسی که خود رو به نفس و شیطان سپرد در اسارت شیطان است، در بردگی شیطان است، در بردگی نفس است. هر چیزی که نفس او دستور بده انجام میده، هر چیزی که شیطان از او بخواهد انجام میده. این انسان کجا طعم آزادی و لذت رو میچشه؟ این انسان کجا طعم آسایش و آرامش و امنیت رو میچشه وقتی که شیطان با او هر کاری که بخواهد میکند؟ یا انسان تسلیم الله متعال میشود در این دنیا، یا تسلیم شیطان و نفس. راه دیگری وجود ندارد. یا باید در برابر الله متعال تسلیم بشه، خودت رو بر الله متعال بسپاری. اگر بر الله متعال نسپردی، به این معنی است که خود رو به نفس خودت و به شیطان سپردی. اون واقع شیطان و نفس هستند که درباره تو تصمیم میگیرن. الله متعال میفهمد ابراهیم علیه السلام از این کسانی بود که تا الله متعال بفرمود اذ قال له ربه اسلم، تسلیم شو. یک معنای بسیار عظیمی در این وجود دارد. تسلیم شو، خودت رو بسپر، زندگی خودت رو بسپر، توکل کن، از خودت خارج شو، از اراده خودت رو خارج بکن، به خودت اعتماد نکن، به خودت مغرور نشو، به خودت دل نبند، به سرمایه خودت دل نبند، به علم خودت دل نبند، به جایگاه خودت دل نبند، به خانواده خودت دل نبند، به دوربری‌های خودت دل نبند، به مکانت و جاه خودت دل نبند، به هیچ چیزی که در اختیار توست دل نبند. فقط بر الله متعال دل ببند، بر الله متعال توکل بکن، بر الله متعال امید داشته باش، بر الله متعال بسپار خودت رو، حاجت‌های خودت رو از الله متعال بخواه، فقط بر الله متعال. اذ قال له ربه اسلم، تسلیم شو برای الله متعال، خودت رو بسپار بر الله متعال، زندگی خودت رو، حیات خودت رو، مرگ خودت رو. قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. قل ان صلاتي، بگو نماز من، و نسکی و همه عبادت های من. قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله، مرگ من، زندگی من، همه چیز من از آن الله متعال است. و بذلك امرت، به اون تسلیم شدم، این امر شدم. ان قال له ربه اسلم، الله متعال میفهمد وقتی که به ابراهیم علیه السلام گفته شد تسلیم شو، پاسخ ابراهیم علیه السلام چی بود؟ فرمود که قال، ابراهیم علیه السلام فرمود اسلمت، تسلیم شدم لرب العالمین، به پروردگار جهانیان. نفرمود اسلمت لله، فرمود اسلمت لرب العالمین، تسلیم شدم به اون ذاتی که پروردگار تمام عالمیان است. هر موجودی که وجود دارد، تمام عالم ها، هر موجودی از خود عالمی دارد و هر موجودی صاحب یک عالمی است. موجودات مختلف عالم های مختلف دارند. همه این عالم ها، همه مخلوقات رو الله متعال به وجود آورده است. خودم رو تسلیم کردم با اون ذاتی که آفریدگار تمام جهانیان است. من خودم رو سپردم به اون، اختیار خودم رو، سلیقه خودم رو، خواسته خودم رو، زندگی خودم رو، مرگ خودم رو، هر آنچه که او بخواد میگویم چشم. اسلمت لرب العالمین، من تسلیم شدم در برابر اون ذاتی که تمام آسمان ها و زمین در برابر او تسلیمند. وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها،
الله متعال میفهمد همه آسمان ها و زمین در پیشگاه الله متعال تسلیم شده الله متعال هستند، تابع قوانین الله متعال هستند، بخواهند یا نخواهند، به اختیار آنها باشد یا نباشد، به اکراه یا به اختیار، همه تسلیم شده قوانین الله متعالند، تسلیم شده اون نظامی هستند، نظمی هستند که الله متعال قرار داده است. ما همه چه بخواهیم چه نخواهیم، تک تک سلول های بدن ما تابع اون قوانین است که الله متعال در عالم وجود قرار داده است. الله متعال تسلط کامل دارد بر جسم ما، تسلط کامل دارد بر روح ما، تسلط کامل دارد بر زندگی ما، چون خالق ماست، چون ما رو به وجود آورده است. قال اسلمت لرب العالمین، خودم رو سپردم بر الله متعال. از یک بعد دیگه اگر به این موضوع نگاه بکنیم، در همین دنیا وقتی که یک انسانی دل میبنده یک انسان دیگری، حال یا به جمالش عاشق میشه، یا به مالش عاشق میشه، یا به یک کمالی در وجود او عاشق میشه، خوشحاله. انسانی که به یک فردی عاشق میشه که هم قدرت داره، هم ثروت داره، هم شهرت داره، هم جایگاه داره، هم مال داره، هم کمال داره، هم جمال داره، این انسان دیگه نه از خودش طریقه‌ای داره، نه اختیاری داره. چی میپوشی؟ هر چی که او بخواد. چی میخوری؟ هر چی که عزیزم بخواد بخوره، منم همونو میخورم. اینها رو زیاد دیدیم. وقتی کسی علاقمند میشه، شدید عاشق میشه به کسی دیگری، حتی رستوران هم که میره چی میخوری؟ هر چی میخواد. چی بپوشم؟ وقتی لباسم انتخاب میکنه، طرف بهش میگه چی بپوش، این بد میاد، این بد نمیاد، میگه باشه چشم، هر چی تو بگی. زندگی خودش رو اصلا کلا هر چی این تصمیم بگیره اون انجام میده. این ذلت نیست از دید او. این اوج محبت است، این اوج احساس است، این اوج عشق و محبت و عاطفه و احساس است. هیچ وقت اون احساس نمیکنه که من وقتی خودم رو تسلیم کردم به این، هر چی اون بگه من انجام میدم، اینجا به خاطر این هست که من برده اون هستم، من نوکر اون هستم. همچین احساسی وجود نداره. احساس محبت است، احساس علاقه است، احساس اینجا یک احساس عجیبی است. این خیلی فرق میکنه با اون برده و زندانی که داخل زندان است. این دوتا شاید ظاهرش مثل هم باشه، اونم هر چی این میگه دستور رو عمل میکنه، اما اون به زور و اکراه و با بغض و با کینه وقتی که زندانبان به دستور میده عمل میکنه. اما اینجا وقتی که میگه این کار نکن، این کارو بکن، میگه چشم، با علاقه، با محبت، با دوستی. چرا؟ چون اعتماد داره به او، چون دل بسته به او، چون جمالی در وجود اوست، کمالی در وجود اوست، مالی در وجود اوست، جایگاه و مقامی در وجود اوست، به اون دل بسته. اون کسانی که به الله متعال دل میبندن، حکایت اینجاست. اون کسانی که به رب العالمین دل بستن، اون کسانی که خودشون رو میسپارن به الله متعال، او زیباترین زیبایان است. او از همه زیباتر است. او از همه عالمتر است. او از همه حکیمتر است. او از همه قدرتمندتر است. او از همه با کمالات تر است. او بهترین هاست. او در اوج است. او از بین نمی رود، نمی خوابد، نمی میرد. او هیچ وقت از حال من غافل نیست. او برای انجام هر آنچه که بخواهد هیچ کسی نمیتواند او را عاجز کند. او وقتی من با او باشم و او مرا بخواهد هیچ وقت مرا ترک نمی کند. و توکل علی الحی الذی لا یموت، به اون کسی توکل کن، به اون ذاتی که هرگز نمی میرد. چون اون کسی رو که در دنیا دوست داری، هر چقدر هم او تو رو دوست داشته باشه، یک روزی می میرد. چه بسیار داستان‌هایی هستند، داستان‌های عشق و محبتی که پایان تلخی دارد. با مردن یکی از دو طرف این تراژدی به پایان میرسد. این حکایت به پایان میرسه، یک تراژدی جدیدی شروع میشه، یک داستان تلخی آغاز میشه، فراق، و به پایان میرسه. وقتی هم که به پایان رسید، اون کسی که ما عاشق او هستیم و مرد، بعد از یک شبانه روز جنازه او رو دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، زیر خاک او رو دفن میکنیم. این به پایان میرسه، همه چی به پایان میرسه. و عجیبترش اینه که بعد از این که فردی از دنیا میرود، ما شاهد بسیار از این وقایع هستیم که اون معشوقش که کسی هرگز گمان نمیکرد بعد از مرگ فلانی ازدواج بکنه، مدتی میگذره و گریه تمام میشه و خاطره واقعی میمانه و خبر ازدواج فلانی شنیده میشه که ازدواج کرد با فرد دیگری و این حکایت بسته میشه و میره. این دنیاست و دلبستن مال دنیا این گونه است. اما رابطه یک بنده در میدان عبادت و عبودیت با پروردگارش یک رنگ روی دیگری داره.
یک عظمت دیگری داره، یک شکل و شمایل دیگری داره. این هر چقدر در این مسیر پیشتر میره و پیشتر میره، شیفته تر میشه، علاقمندتر میشه در این میدان عظیم، در این دنیای عظیم با خالق این آسمان ها و زمین، رابطه او پررنگتر و پررنگتر میشه و هر چقدر به پایان نزدیک میشه شیفته تر میشه، علاقمندتر میشه برای ملاقات با الله متعال. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. فرمود که من تسلیم شدم در برابر پروردگار جهانیان. این محبت ابراهیم علیه السلام در برابر الله متعال است. الله متعال میفرماید نه تنها خودش ابراهیم جان علیه السلام در برابر الله متعال این گونه تسلیم بود که فرزندان خود را هم مثل خودش در این میدان تربیت کرده بود. و وصی بها ابراهیم و وصیت و سفارش کرد بها، به این ها برمیگرده به اون ملت ابراهیم که در دعای قبل ذکر شد. و وصی بها و وصیت و سفارش کرد به اون ملت، به اون آیین، به اون باور، به اون اعتقاد، به اون راه و روشی که خودش میرفت علیه السلام. و وصی بها ابراهیم با اون اعتقاد، باور و راه و روشی که میرفت سفارش کرد. و وصی بها ابراهیم و بنیه، فرزندان خود را سفارش کرد. فرزندان ابراهیم علیه السلام 2 پسر نازنین دارد، اسماعیل علیه السلام و اسحاق که از 2 مادر مختلف هستند. اسماعیل علیه السلام از بانو هاجر به دنیا آمد و بعد از حدود 10 سال از تولد اسماعیل جان فرزند دیگری را الله متعال به ابراهیم میدهد. ابراهیم علیه السلام و آن اسحاق است از خانم اولیشان، همسر اولیشان بانو ساره سلام الله علیها. الله متعال میفرماید وصی بها ابراهیم و بنیه، ابراهیم جان 2 پسرش رو سفارش کرد و همچنین و یعقوب هم باز فرزندان خود رو سفارش نمود. ابراهیم علیه السلام میدانید که 2 پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. اسحاق باز پدر یعقوب علیه السلام است، یعنی اسحاق پسر ابراهیم علیه السلام پدر یعقوب علیه السلام هست و یعقوب نوه ابراهیم علیه السلام است. و وصی بها ابراهیم و بنیه، ابراهیم فرزندان خود را سفارش کرد و یعقوب هم فرزندان خود را سفارش کرد. همون توصیه و سفارشی رو که ابراهیم علیه السلام به اسماعیل و اسحاق داشت، اسحاق باز همین رو به یعقوب فرزند خود داشته است و یعقوب علیه السلام هم همین رو به 12 پسر خود یوسف و بنیامین و 10 برادر دیگرشون که از مادر دیگری بودن، 12 فرزند ابراهیم علیه السلام، 12 فرزند یعقوب علیه السلام سفارش رو انجام داده است. چه سفارشی کردن؟ چه گفتن؟ ابراهیم علیه السلام و یعقوب علیه السلام چه فرمودن به فرزندان خود؟ این خانواده با عظمت، این خانواده مبارک به فرزندان خود چه سفارشی کردن؟ الله متعال میفرماید که وصیت کرد. وصیت اون عهد و پیمانی است و سفارشی است که یک انسان در آخر عمر خودش به فرزندان و دور و بریای خود داره، یا علائم و بیماری های مریضی مرگ رو احساس میکنه که مرگش نزدیک شده و اون رو درک میکنه، جمع میکنه فرزندانش رو، یا احساس میکنه که الان سن نیست که بالاخره سن پیری است و باید سفارشی انجام شود. اینجا الله متعال برای ما از سنت انبیای الهی میگوید که فرزندان خود رو در حیات خود جمع کردن. ابراهیم علیه السلام اسماعیل و اسحاق رو جمع کرد. هر 2 پیامبرند. ابراهیم علیه السلام اسماعیل رو آورده پیش خود و اسحاق رو داره سفارش میکنه و وصیت میکنه. یعقوب علیه السلام یوسف رو آورده کنار خود داره وصیت میکنه. انبیای الهی فرزندان خود رو وقتی که رشد کردن و بزرگ شدن دارن وصیت میکنن. این وصیت بسیار مهمی است. چه فرمودن؟ گفتن ان الله اصطفى لكم الدین. ای فرزندان ما، ابراهیم علیه السلام به اسماعیل و اسحاق میگوید، اسحاق به یعقوب میگوید، یعقوب به فرزندان خود میگوید، پسران من، پسران عزیز من، ان الله یا بنی، ای پسران عزیز من، هر کدام به فرزندان خود گفتن ان الله اصطفى لكم الدین، الله متعال برای شما انتخاب کرده است،
دین را به شما هدیه داده است. دین را برای شما انتخاب کرده است. دین اسلام رو برای شما انتخاب کرده است. دین رو برای شما انتخاب کرده است. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این افتخار رو، این عزت رو، این سعادت رو، این نعمت عظیم رو به شما داده که شما رو با دین آشنا کرده است. شما رو دیندار کرده است. دین رو یاد گرفتید، فهمیدید، عمل کردید. دستورات دین رو در زندگی خودتون آوردید و پایبند شدید به دین. الان این ثروت عظیمی رو که در اختیار دارید، فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه شما در حالت اسلام از دنیا بروید. الا و انتم و حالی است و انتم مسلمون، نمیرید مگر در حالی که شما مسلمان باشید. نمیرید مگر در حالی که شما مسلمان باشید. از آن جایی که ما نمیدانیم چه موقعی میمیریم، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، شبیه همین تعبیر رو در سوره مبارکه آل عمران در آیه 102 خطاب به مؤمنان داریم که الله تعالی مؤمنان رو خطاب میکنه که از الله تعالی بترسید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آنگونه که شایسته است از الله تعالی پروا کنید، پرهیز کنید، تقوای الهی را پیشه دارید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، شبیه این آیه اونجا ولا تموتن است، اینجا فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر با اسلام. چون ما نمیدانیم چه وقت میمیریم، معلوم نیست امشب، فردا، یک هفته بعد چه وقتی میمیریم، چون انسان وقت مرگش مشخص نیست، معنا میشود هر لحظه، هر روز، هر شب پایبند باشید به دستورات دینتان. هر لحظه سعی کنید رعایت کنید دستورات دینتان را که هر وقت مرگ به سراغتان آمد با اسلام از دنیا بروید. یعنی همیشه مراقب باشید، همیشه مواظب باشید، نکنید، تأخیر نکنید در انجام دستورات دینتان، در بازگشت به سوی الله متعال، در توبه، همیشه در چارچوب اسلام حرکت کنید، قوانین رو رعایت بکنید تا اون لحظه‌ای که مرگتان می آید با همون حالت از دنیا بروید. رسول الله علیه السلام فرمود هر کسی که در طول زندگی با یک شیء زندگی کند با همون از دنیا می رود. انسان وقتی که با دین زندگی بکنه با دین از دنیا میره، با گناه زندگی بکنه با گناه از دنیا میره، با یک معصیتی مشغول باشه با اون معصیت از دنیا میره، با یک عبادتی مشغول باشه با اون عبادت از دنیا میره. هر کسی که با یک عبادتی خود رو مشغول کرد، هر کسی در یک مسیری با یک چیزی عادت کرد، با همون از دنیا خواهد رفت. و این پیامبران الهی در آخر عمر جمع کردن فرزندانشون را، اونها رو وصیت میکنن، سفارش میکنن، وصیت نامه خودشون رو میگن. وصیت میکنن به چی؟ به اینکه اموالی که بعد از ما میمونه چیکار کنید؟ نه، صحبت از وصیت دنیا نیست، صحبت از وصیت آخرت است. صحبت از سرمایه دنیا نیست، صحبت از سرمایه آخرت است. این دنیا که هرچی باشه میگذره. برای فرزندان من و تو بعد از مرگ ما دنیا میگذرد همونطوری که برای من و تو میگذرد. آنچه که میماند آخرت اونهاست. این سنت انبیای الهی است. این سنتی است که من و شما باید از خودمون بپرسیم و این رو مد نظر قرار بدیم که آیا شده تا به حال فرزندانمون رو دور برمون جمع بکنیم، عزیزانی که فرزندان بزرگی دارن، عزیزانی که فرزندان اونها فرزند دارن، آیا شده که تا به حال خانواده خودمون رو جمع بکنیم، این وصیت انبیای الهی رو انجام بدیم، از اونها بپرسیم که عقیده شما چیست؟ چیکار میکنید؟ چه رفتاری دارید؟ چه برداشتی دارید؟ درباره دین با اونها صحبت بکنیم. چقدر درباره دین با فرزندانمون صحبت کردیم؟ از همون خردسالی وقتی که بچه بزرگ میشه چقدر درباره شناخت الله متعال، درباره رابطه با الله متعال، درباره دین، درباره آخرت، درباره سرانجام زندگی ما با اونها صحبت میکنیم. هر کسی به اندازه فهم و درکش، چون که با کودکان سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. با کودک مثل کودک و صحبت کرد، بزرگتر و بزرگتر صحبت میکنیم. هر کسی که بزرگتر است بزرگتر و بزرگتر. این سفارش رو ابراهیم علیه السلام و یعقوب علیه السلام برای فرزندان خود دارند و پیامبران الهی ابراهیم علیه السلام برای اسماعیل اسحاق این حرف رو میزنه. ابراهیم علیه السلام نگران است که حتی نشود که اسماعیل علیه السلام، اون ذات نازنین، اون پیامبر بزرگوار، اسحاق یک پیامبر دیگری است، اسحاق علیه السلام، این دو بزرگوار نشود که خدای نکرده از مسیر خارج بشوند. نگران است، نگران آینده فرزندان خود هست. یعقوب علیه السلام
نگران آینده فرزندان خود است و از در بین فرزندان او یوسف علیه السلام وجود دارد. اینها خانواده انبیای الهی هستند. ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا نام دارد. اسماعیل علیه السلام جد محمد مصطفی علیه السلام است و از نسل اسماعیل علیه السلام محمد مصطفی علیه السلام به دنیا آمده است. و آن سوی میدان از نسل اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام به دنیا آمده است و از نسل یعقوب تمام پیامبران بنی اسرائیل به دنیا آمدند. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان و داوود علیه السلام، اینا همه از نسل یعقوب و به تبع اون از نسل اسحاق و ابراهیم علیه السلام هستند. ام کنتم شهداء بعد ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. آیا شما بوده اید شهداء شهدا جمع شاهد است. آیا شما شاهد بودید اذ حضر یعقوب الموت، آن لحظه ای که فرا رسید مرگ یعقوب علیه السلام، اون لحظه وفات یعقوب علیه السلام، آیا شما در اون لحظه شاهد بودید که چه میگفت؟ اینا یک شأن و نزولی دارد. یهودیان آمدن پیش رسول علیه السلام گفتن که یعقوب علیه السلام که جد بزرگ ما هست، میدانید که یعقوب علیه السلام لقبش اسرائیل بود و بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب علیه السلام و نوادگان یعقوب علیه السلام بودن که نسل بود در رده‌های مختلف. این یهودیان و مسیحیان میگفتن ما از فرزندان یعقوب علیه السلام هستیم. آمدن پیش رسول علیه السلام گفتن جد بزرگوار ما یعقوب علیه السلام که ما فرزندان او هستیم، در آخرین لحظات عمر خود به فرزندان خود سفارش کرده است، به 12 پسر خود، که آنها یهودی باشند. و ما چطور میتوانیم که اون سفارش او رو به فرزندانش رد بکنیم و بیاییم به تو ایمان بیاوریم؟ ما نمیتوانیم به تو ایمان بیاوریم. علی مطال میفرماند ام کنتم شهداء، آیا شما یهودیان بنی اسرائیل اون موقع شما شاهد بودید، اون لحظه ای که یعقوب علیه السلام داشت از دنیا میرفت؟ این ادعایی را که شما میکنید که ادعای باطلی است، آیا این ادعایی که شما میکنید، آیا شما حاضر بودید و دیدید که یعقوب علیه السلام چه میگفت؟ آنچه میگفت این است که ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه، آیا اون لحظه بودید که یعقوب این کلام را گفت؟ آیا دیدید؟ نبودید. چون نبودید از پیش کجا این حرف رو میزنید؟ الله متعال میفرماید آنچه که یعقوب گفت این است، اذ قال لبنیهم، گفت به فرزندانش ما تعبدون من بعدی، بعد از من چه میپرستید؟ ما تعبدون من بعدی. تصور کنید یعقوب علیه السلام در بستر بیماری است، یوسف علیه السلام، بنیامین و 10 برادر دیگر همه اینجا دوره بر یعقوب علیه السلام ایستاده هستند و هر کدوم بزرگن، سن و سالی دارن، هر کدوم از اینها فرزند دارن برای خودشون، بچهای طفلی نیستن و کوچکترین آنها بنیامین است که بنیامین هم در این شرایطی که یعقوب علیه السلام از دنیا میرود برای خودش مردی است. و اینجا ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام از اونها میپرسد که ما تعبدون من بعدی، بعد از من چه کسی رو میپرستید؟ ما تعبدون من بعدی. نگران است، نگران اعتقاد و باور فرزندان خود هست. در لحظه مرگ هم، حتی لحظه مرگ هم تعلیم میدهند، لحظه مرگ هم اونها رو غافل نکرده از اینکه جویای احوال اعتقاد و باور و دین فرزندان خود باشند. دنیا رو به الله متعال سپاردن، چون الله روزی رسان است، رازق است. الله متعال هیچ بنده خودش رو بدون رزق و روزی رها نمی‌کنند. وظیفه پدر این هست که اونها رو در تربیت دینی اونها تلاش کرده باشه. از این بابت خیالش جمع باشه که فرزندان من بعد از من رابطه آنها با الله متعال رابطه درستی باقی میماند. ما تعبدون من بعدی، بعد از من کرا میپرستید؟ گفتن قالوا نعبد الهک، گفتن میپرستیم خدای تو را، اون ذاتی را که الهی را که معبودی را که تو پرستیدی پدر جان یعقوب علیه السلام، و اله آبائک، به همون خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. خب یعقوب علیه السلام فرزند اسحاق است. خب طبیعی است که اسحاق پدر یعقوب علیه السلام هست و اسحاق هم فرزند ابراهیم علیه السلام. خب ابراهیم هم پدر بزرگ یعقوب علیه السلام هست. اینجا که گفتن پدرانت اسحاق و ابراهیم، خب درست است، اما اسماعیل رو چطور ذکر کردن؟ اسماعیل علیه السلام که پدر یعقوب نیست، پدر بزرگ او نیست، عموی اوست. اسماعیل علیه السلام نسبت به یعقوب
می شود برادر پدر یعقوب، یعنی یعقوب علیه السلام فرزند اسحاق است، اسحاق برادر اسماعیل است. تعبیر پدر برای عمو استفاده می شود. اینجا در این آیه مبارکه برای عمو هم تعبیر پدر استفاده شده، یعنی برای برادر پدر تعبیر پدر استفاده شده است. گفتن که فرزندان یعقوب علیه السلام به پدرشان گفتن ما می پرستیم خدای تو را، اون پروردگاری را، اون خدایی را که تو می پرستی، معبودی را که تو می پرستی و پدرانت می پرستیدند، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. حتی نام اسماعیل رو قبل از اسحاق ذکر کردن، چون از لحاظ سنی اسماعیل از اسحاق بزرگتر بود. چون اسماعیل علیه السلام از لحاظ سنی از اسحاق بزرگتر بود، نام اسماعیل رو قبل از اسحاق ذکر کردن، با اینکه اسماعیل عمو بود و اسحاق پدر یعقوب. عمو به در ادبیات عرب کلمه اب برای عمو هم استفاده می شود، خصوصا وقتی میگن پدران، عمو رو هم در بر میگیره. همونطوری که کلمه رسول الله علیه السلام فرمود که خاله به منزله مادر است. خاله جایگاه مادر رو داره برای انسان، عمو هم جایگاه پدر رو داره. یعنی برای یک فرزند بعد از پدرش در میان مردان دلسوزتر از عمو پیدا نمی‌کنه و یک فرزند بعد از مادرش در میان زنان دلسوزتر از خاله پیدا نمی‌کند. این حالت طبیعی و نرمالش است. حالا متاسفانه شاید مواردی باشه که فرد اصلا با عموهای خودش، با خاله‌های خودش رابطه خوبی نداشته باشه. این حالت طبیعی نیست. در حالت طبیعی خاله به مانند مادر است و عمو به مانند پدر است، چون یک فرد برای برادرزاده خودش بیشتر از هر مرد دیگری دل می‌سوزاند و یک خانمی برای خواهرزاده خودش بیشتر از هر زن دیگری دل می‌سوزاند. اینجا گفتن که میپرستیم خدای تو و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا، اون معبود واحد. باز تاکید کردن روی واحد بودن اون معبود. چرا؟ چون وقتی گفتن خدای تو، خدای پدرانت، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، این برداشت نشود هر کدوم از اینا از خودشون خدایی داشتن. نه، الها واحدا، همون اله واحد، همون ذاتی که همه اونها پرستیدن و یک ذات واحد است که الله متعال هست. تاکید کردن روی ذات واحد. چرا اینجا تاکید می شود روی ذات واحد؟ چون خطاب به یهودیان است. یهودیان که مشرک بودن. و قالت الیهود عزیر ابن الله، الله متعال میفهمد یهودیان گفتن که عزیر پسر الله متعال است، همونطور که مسیحیان گفتن و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا میگفتن مسیح پسر الله است. و میدونیم که مسیحیان معتقد به سه خدا هستند در یک روح، یعنی سه روح در یک ذات، یا تعبیرهای مختلفی که استفاده میکنن، معتقد به سه خدایی هستند و خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. سه ذات مختلف هستند اما در حقیقت یک ذات هستند و تعبیر عجیب و غریبی که استفاده میکنن و توجیهاتی که اصلا نمیشه که هیچ کدومشون رو پذیرفت. و قرآن کریم هم میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کافر شدن کسانی که گفتن الله یکی از خداست. الله متعال اینجا تاکید میفرماید که یعقوب علیه السلام که پدر بنی اسرائیل است و مسیحیان و یهودیان خود را از فرزندان ایشان میدانند و پیرو راه ایشان میدانند، شعارشان این بود در آخرین لحظه حیات، حتی از فرزندانش، هر 12 پسرش که اینها بزرگان پدران 12 طایفه بنی اسرائیل شدن بعدن که به نام اسباط معروف شد، الله متعال میفهمد که از اونها عهد و پیمان گرفت. پرسید چی میپرستید بعد از من؟ گفتن که خدای تو و پدرانت ابراهیم، یعنی ابراهیم علیه السلام موحد بوده است، اسماعیل موحد بوده است، اسحاق موحد بوده است، یعقوب موحد بوده است، فرزندان او هم موحد بودند. ای یهودیان شما این شرک از کجا آوردید؟ ای مسیحیان این شرک رو از کجا آوردید؟ شما از کجا خود رو بنی اسرائیلی میدانید، فرزندان اسرائیل، فرزندان یعقوب، در حالی که خود یعقوب و فرزندان یعقوب این اعتقاد رو نداشتند؟ شما چطور خود رو به آنها نسبت میدهید در حالی که همچین اعتقاداتی رو نداشتند؟ ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. ما تسلیم شدیم در برابر الله متعال. مسلمون، ما مسلمانیم. ببینید اینجا تعبیر مسلمان استفاده شد. آیه قبل هم که ابراهیم علیه السلام فرمود و وصى به ابراهیم و بنی و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اونجا هم کلمه مسلمان استفاده شد.
همه کسانی که پیرو انبیای الهی بودند کلمه مسلمان برای آنها استفاده شده است. چرا؟ چون ان الدین عند الله الاسلام. دین از ابتدا که آدم علیه السلام به عنوان اولین پیامبر آمده است تا انتها محمد مصطفی علیه السلام، همه پیامبران الهی یک دین داشتند. ان الدین عند الله الاسلام. دین اسلام است. دین اسلام است. دین یک چیز است. دین در اصل اعتقاد همه یک چیز بودن. هیچ شرکی در هیچ کدام از دعوت انبیای الهی وجود نداشته است. در هیچ کدام از دعوت انبیای الهی شرک وجود نداشته است. اصول اعتقادی یکی بوده است. حتی اصول عبادات و اصول اخلاق یکی بوده است. به همین خاطر پیامبران الهی همه در یک مسیر هستند و ما به همه آنها ایمان داریم. همه کتاب‌های آسمانی رو باور داریم. فقط آن تحریفاتی که در تورات و انجیل انجام شده است و خود قرآن می‌فرماید اون رو قبول نداریم. وگرنه اصل تورات و اصل انجیل کتاب آسمانی است، برای ما مقدس است. همونطور که انبیاء الهی برای ما محترم مقدس هستند. ما خاک پای موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام سرمه چشم ماست و افتخار این رو داریم که پیرو آنها هستیم و آرزوی دیدار آنها رو داریم. الله متعال می‌فرماید که اینا همه مسلمان بودند. بعد در آیه بعد الله متعال می‌فرماید تلک امة قد خلت. آنها امتی بودند که درگذشتند، رفتند. شمایی که افتخار میکنید به آبا و اجداد خود، گمان میکنید که چون فرزند یعقوب علیه السلام هستید ای بنی اسرائیل، چون خود رو فرزندان یعقوب علیه السلام میدانید، فکر نکنید که نسبت داشتن با یک ولی از اولیای الله متعال میتواند به درد شما بخورد وقتی شما از مسیر آن ولی خارج شدید. فکر نکنید شما این شرک شما، این کفر شما، این گناهان شما، این معصیت‌هایی که انجام می‌دهید روز قیامت این اولیای الله متعال اسحاق علیه السلام و فرزندشان یعقوب علیه السلام و یا ابراهیم علیه السلام می‌آیند و شما رو دو دسته می‌گیرن و به بهشت می‌برند. هرگز همچین چیزی نیست. فکر نکنید که چون شما نسبت دار یک ولی از اولیای خدا هستید هر گناهی بخواید انجام بدهید کسی با شما کاری ندارد. این تصور غلطی که برخی دارن گمان میکنن که خب ما که آقازاده هستیم، ما که سیدزاده هستیم، پیامبرزاده هستیم، ولیزاده هستیم، آقازاده هستیم، ملازاده هستیم و فلانزاده و فلانزاده هستیم، وضع ما خوبه دیگه. روز قیامت بالاخره این اولیای خدا، اینها بزرگان میان ما رو نجات میدن. نه خیر، همچین چیزی نیست. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. نه این آرزوها و خیالات و اوهامی که شما دارید، نه اون آرزوها و خیالات و اوهامی که اهل کتاب داشتن. من یعمل سوءا یجز به. هر کسی کار بدی بکنه سزای کار بد خود را خواهد دید. تلک امة قد خلت. اینا امت‌هایی بودن قبل از شما و رفتن. لها ما کسبت. برای آنها، برای این امتی ها برمیگرده به امت، چون مؤنث به کار رفت. کلمه امت، خود لفظ امت مؤنث. برای آنها لها ما کسبت. آنچه که کسب کردن برای خود اون هست. اگه کار خیری کردن برای خود اون هست. اگه خوب بودن خوبی مال خود اون هست. اگه عبادتی کردن عبادت برای خود اون هست. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. شما آنچه را که کسب کردید اون رو میبینید. در جای دیگر الله متعال میفرماید و الیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری. انسان همون چیزی رو که کسب میکنه همون رو فقط میبیند. همون است فقط. اینطور نیست که شما آن اولیای خدا آدمای خوبی بودن، خب چون ما هم نوه اونها هستیم ما به بهش میریم. تو چی کار کردی؟ نسبت داشتن با ولی خدا به درد کسی نمیخورد. این آیه میخواد بفرماید که ولا تسالون عما كانوا یعملون. در پایین آیه میفرماید از شما سوال نمیشود درباره آنچه که آنها انجام دادن، که خوب بودن یا بد بودن. شما پرونده اعمال خودتون دارید. اون اگر خوب بودن به شما ارتباطی ندارد، اگر بد بودن باز به شما ارتباطی ندارد، چون شما رو در قبر خودتون میگذارن، چون شما کارنامه اعمال خودتون رو دارید، چون شما پرونده کارهای خودتون رو دارید. این که انسان با یک ولی از اولیای خدا نسبت داشته باشد نمیتواند به درد او بخورد صرف این رابطه بدون عمل. اگر این رابطه به درد میخورد پسر نوح علیه السلام باید نجات پیدا میکرد. اگر این رابطه به درد میخورد باید پدر ابراهیم علیه السلام و آذر نجات پیدا میکرد. اگر این رابطه به درد میخورد باید همسر نوح و همسر لوط علیهما السلام، این دو پیامبر بزرگوار بر آنها سلام باد، بعد به دردشون میخورد. در حالی که همسر نوح، همسر لوط، این دو نفر رو الله متعال مثال میزنه برای کافرانی که در دوزخ میسوزند. پسر نوح علیه السلام الله متعال ذکر میکنه که در دوزخ میسوزد. پدر ابراهیم علیه السلام رو ذکر میکنه که در دوزخ میسوزد.
اگر نسبت داشتن با یک ولی خدا صرف نسبت داشتن به درد میخورد، باید به درد اینها میخورد. باید به درد ابولهب عموی رسول الله علیه السلام میخورد. باید به درد کسانی میخورد که اینها نسبت دارن به انبیاء خدا، به اولیاء خدا. تلک امتون قد خالت، این امتی بودن گذاشتن. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. شما این که بگی ما فرزندان فلانی هستیم، آبا و اجداد تو رو من چیکار کنم؟ تو خودت چی کاره ای؟ چه باوری داری؟ چه راهی داری؟ هیچ کسی شفاعت تو رو نخواهد کرد روز قیامت وقتی تو در یک مسیر دیگری هستی، آنها در مسیر دیگر. پیامبر کسی را شفاعتگر است که پیرو ره پیغمبر است. شما وقتی که مسیر شما با مسیر ابراهیم یک چیز دیگه است، مسیر اسحاق یک چیز دیگه است، مسیر اسماعیل و یعقوب چیز دیگری بوده است، شما در مسیر دیگری هستید، هرگز شما به فلاح نمیرسید، به درد شما نمیخوره. در ادامه در صفحه بعد در مطال میفهمد و قالو، اینا نه تنها همچین ادعایی داشتن که فکر میکردن، خب در آیات گذشته اما در همین سوره داشتیم که وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، مثلا همین در آیه 80 الله متعال فرمود و اینها گمان میکردن که ما فقط یک مدت اندکی رو در دوزخ میمانیم، اولا که نمیریم، اگر بریم هم یک مدت بسیار اندک است و اینها آرزوها و خیالات و اوهام هست. الله متعال میفرماد و قالوا، اینها میگفتن کونوا هودا او نصارا تهتدوا. خوب دقت بفهم، مسیحیان، یهودیان به مسلمانان میگفتند و میگویند الان هم و قالوا کونوا هودا او نصارا. میگفتند آقا شما اگر میخواید هدایت بشوید، اگر میخواید رستگار بشوید، اگر میخواید به جنت بروید، یهودیان میگفتند باید یهودی بشوید، مسیحیان میگفتند باید مسیحی بشوید. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا. شبیه این آیه ما در همین سوره، این آیه 135 از سوره مبارکه بقره در آیه 111 داشتیم که میگفتن و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. میگفتن یهودیان میگفتن هیچ کسی وارد جنت نمیشود مگر اینکه یهودی باشد. مسیحیان میگفتن هیچ کسی وارد جنت نمیشود مگر اینکه مسیحی باشد. و امروز هم میگویند. این آیه میفرماید آیه 135 سوره مبارکه بقره و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. اگر میخواید هدایت بشید، یهودیان میگن باید یهودی باشید، مسیحیان میگن باید مسیحی باشید. چندین بار خود من شنیدم این رو از عزیزانی دور بر، شاید شما هم شنیده باشید. یک عده میگن خب ما، مسیحی میگه ما میریم بهشت، یهودی میگه ما میریم بهشت، مسلمان میگه ما میریم بهشت، و اینها هم خب پیرو کتاب آسمانی و پیامبر آسمانی هستن. خب تکلیف چی میشه؟ این صحبت رو کسی مطرح میفرماید، کسی مطرح میکنه که شناخت کافی از مفهوم اعتقاد و باور و ایمان در قرآن کریم ندارد و شناخت کافی از آیات قرآن کریم حتی ندارد، چون این صحبت رو کسی مطرح نمیکنه که آیات قرآن رو دقیق فهمیده باشد. درسته که یهودیان امروز، ما قرآن کریم برای ما یهودیان رو وقتی مطرح میکنه و مسیحیان رو مطرح میکنه، دو گروه مطرح میکنه. یکی یهودیانی که به موسی علیه السلام ایمان آوردند و در زمان موسی علیه السلام زندگی کردن و با ایمان از دنیا رفتن. و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون. این آیه درباره اینها صحبت میکنه. و باز کسانی بودند که به او ایمان نیاوردند، فما آمن لموسی الا ذریة من قومه. کسانی که موسی علیه السلام ایمان آوردند بسیار اندک بودند. اکثر کسانی که با او بودند از بنی اسرائیل کافر بودند، ایمان نیاوردند. همچنین ما مسیحیانی داریم که در زمان عیسی علیه السلام به او ایمان آوردند و مسلمانان زمانی خود بودند و بعد از او هم حتی کسانی که به موسی علیه السلام ایمان آوردند و زمان او یا بعد از او تا آمدن عیسی علیه السلام، اینها مسلمانان زمانی خود بودند و جنتیان حساب می شوند اگر با عمل صالح رفتند. و کسانی که به عیسی علیه السلام ایمان آوردند تا آمدن محمد مصطفی علیه السلام، مسلمانان زمانی خود حساب می شوند، بحثی در اون نیست. اما بعد از آمدن محمد مصطفی علیه السلام، هر کسی که محمد مصطفی رو قبول ندارد به عنوان پیامبر آخرالزمان به خاطر انکار یک پیامبری که در آیات قرآن آمده و انکار آیات قرآن، کافر است. مثال ساده است موضوع. همونطور که بعد از آمدن عیسی علیه السلام هر کسی که به عیسی علیه السلام ایمان نیاورد از یهودیان دیگر مسلمان حساب نمیشد، چون پیامبر جدید و کتاب جدید رو انکار میکرد، عیسی علیه السلام و انجیل رو. همونطور بعد از عیسی علیه السلام وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد،
الان بعد از آمدن محمد مصطفی علیه السلام هر مسیحی و یهودی که به محمد مصطفی علیه السلام ایمان نیاورده است کافر است. آیات قرآن میفهمد. چرا؟ اگر کسی یک آیه قرآن رو قبول نداشته باشه کافر هست یا نیست؟ بله کافر است. کسی که کل قرآن رو قبول نداره چی؟ کسی که کل قرآن رو قبول ندارد که کتاب الله متعال است چطور میشود مسلمان باشد، موحد باشد؟ چطور میشود کسی که محمد مصطفی علیه السلام رو به عنوان پیامبر قبول ندارد و قرآن میفهمد پیامبر است؟ قرآن میفهمد محمد رسول الله. قرآن آیه کلام الله متعال هست یا نیست؟ بله هست، شکی داره نیست. الله متعال در کلام خود میفهمد محمد رسول الله است. مسیحیان میگن نه خیر رسول الله نیست. خب این کار کلام الله هست یا نیست؟ یهودیان میگن نه محمد رسول الله نیست. خب این کار کلام الله متعال هست یا نیست؟ الله متعال در قرآن کریم این همه کلام دارد که این کتاب الله متعال است. این از سوی الله متعال نازل شد. مسیحیان میگن نه خیر از سوی الله متعال نازل نشده است. یهودیان میگن نه خیر از سوی الله متعال نازل نشده. این انکار کلام الله هست یا نیست؟ رسما اعلان جنگ با الله متعال هست یا نیست؟ اعلان جنگ با الله متعال است. اعلان جنگ با رسول الله است. حال مسیحیان زمانه ما و یهودیان زمانه ما، یهودیان میگن هر کی یهودی باشه هدایت شده. مسیحیان میگن هر کی مسیحی باشه هدایت شده. خب الله چه میفرماید؟ جنت که نه مال من است، نه مال شماست، نه مال یهودی است، نه مال مسیحی است، نه مال مسلمانان است، مال الله متعال است. این کسانی که ادعا میکنن فلان گروه به بهشت میرود، فلان گروه به جنت میرود، خب حق با کیست؟ حق با کیست؟ حرف کی رو ما بپذیریم؟ کدام یک از اینها حق میگویند؟ خب ببینیم الله چه میفرماید، قرآن چه میفرماید. تمام، مسئله بسیار ساده است. همینجا که اینها گفتن که وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، اگر میخواهید هدایت بشوید باید مسیحی باشید، مسیحیان میگفتن. باید یهودی باشید، رو یهودیان میگفتن. خودشون هم دیگر قبول ندارن. این نیست که شما فکر کنید که مسیحیان و یهودیان هر دو با هم بگن این آیه معناش این نیست که یهودیان و مسیحیان میگن یا یهودی باش یا مسیحی. نه خیر. اصلا یهودیان مسیحیان رو مسلمان نمیدانند. یهودیان حضرت عیسی رو نعوذ بالله ولد زنا میپندارند و تهمت میزنن به بانو مریم. میگن زنا کرده است و بچه زناست عیسی علیه السلام و پاک است از آنچه که یهودیان به او نسبت میدن. و انجیل رو اصلا کتاب مقدس نمیدونن، اصلا قبولش ندارن مثل قرآن. و اما خب یهودیان، مسیحیان باز احترام دارن به موسی علیه السلام و به تورات. ولی خب به رسول الله علیه السلام باز احترام ندارن و به قرآن. الله متعال چه میفهمد؟ الله متعال میفهمد درباره این ادعاشون قل، با آنها بگو، به یهودیان و مسیحیان، به اهل کتاب بگو ای پیامبر من. خوب دقت فرمایید. الله متعال میفهمد ای پیامبر من به اهل کتاب، به یهودیان و مسیحیانی که خود را موحد میدانند، بهشتی میپندارند، هدایت شده میپندارند، بگو بل ملت ابراهیم حنیفا، نه یهودی نه مسیحی. بل، کلمه بل در لغت عرب برای باطل کردن ما قبل و اثبات ما بعد می آید. یعنی هر جا که کلمه بل آمد یعنی کل جمله قبلش باطل است، محتوای جمله قبل باطل است، درست ما بعد این جمله است. بل یعنی چی؟ یعنی نه یهودی هدایت شده است نه مسیحی هدایت شده است. اونایی که الان هستن مصابت از مسیحیان و یهودیان فعلی میکنیم. بعد از نزول قرآن وقتی این آیه نازل شد، از وقتی که این آیه نازل شده است در زمان رسول علیه السلام، هر مسیحی و یهودی حالش همین است. اونا میگفتن هدایت این است که مسیحی بشی یا یهودی بشی. الله متعال فرمود نه خیر، اینطور نیست. بل یعنی چی؟ یعنی تمام اون ادعای ما قبل این جمله باطل است. شما میگید یهودی و مسیحی هدایت شدن، نه خیر، هدایت نشدن. بلکه حقیقت چیست؟ ملت ابراهیم حنیفه. هدایت در ملت و آیین و دین و اعتقاد و باور ابراهیم است. ابراهیم علیه السلام که حنیفن. حنیف به کسی میگویند که خود رو مائل کرده به یک سمتی، روی گردان شده به یک سمتی. حنیف برای ابراهیم علیه السلام استفاده شده به معنای اینکه روی گردان شده از شرک و کفر و روی گردانده به سمت توحید و عبادت الله متعال. حنیف یعنی روی گرداندن. ابراهیم علیه السلام را حنیف آورد در الله متعال، یعنی روی گردان شده از کفر و شرک به سوی الله و توحید. هر کسی که پیرو ابراهیم علیه السلام هست، راه ابراهیم، دین ابراهیم، باور ابراهیم، کار ابراهیم، رفتار ابراهیم علیه السلام، او هدایت شده است. هر کسی که به دنبال کعبه ابراهیم علیه السلام هست، هر کسی که می آید همون جایی رو که ابراهیم علیه السلام و خانواده او هاجر و اسماعیل قدم گذاشتن، در مقام ابراهیم، جای پای ابراهیم می آید، در بیت الله الحرام
و آنجا حج میکند و مشاعر مناسک ابراهیمی رو انجام میده، در منا، در مزدلفه، در عرفات. هر کسی به حج احترام دارد، هر کسی موحد است، هر کسی که فقط اله واحد رو میپرستد، به مانند ابراهیم، به مانند فرزندان ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، به مانند فرزندانشان، به مانند یعقوب علیه السلام و به مانند فرزندان یعقوب، یوسف علیه السلام و برادرانش که در آیات قبل اومد. اینها موحدن، اینها هدایت شدن، اینها اله واحد میپرستیدن، نسل خدا و نه چند خدا. اینها فقط میگفتن یا الله، فقط از الله مدد میخواستن، فقط میگفتن هیچ ذاتی شایسته عبادت کردن و حاجت خواستن نیست به جز الله متعال. موحد حقیقی اینها هستند، اینها هستند که هدایت شدند. بل ملت ابراهیم حنیف و ما کان من المشرکین. ابراهیم مشرک نبوده است. ابراهیم علیه السلام مشرک نبوده است، نه یهودی بوده، نه مسیحی بوده، نه مشرک بوده است. ابراهیم علیه السلام مثل شما مشرک نبوده است. شما ابراهیمی نیستید. این کسانی که میگویند مکتب ابراهیمی و دین ابراهیمی، حالا بعضی وقتا شعارهای رو این طرف اون طرف شما میشنوید و ما جمع میکنن که ما میخواهیم که ادیان ابراهیمی داشته باشه. دین ابراهیم یک دین است. دین ابراهیم علیه السلام یک دین بوده است. ادیان ابراهیم ما نداریم. ملت ابراهیم، ملت یک ملت است. الله متعال در آیه 120 همین سوره که قبلا ذکرش گذاشته است در درس‌های گذشته، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهودیان، مسیحیان از تو راضی نمیشن تا اینکه ملت آنها را پیروی کنی. نه فرمود ملتکم، ملت شما را، نه، اونها یک دین دیگه هستن نامید الله متعال. فرمود که مسیحیت یک دین است برای خودش، یهودیت یک دین دیگه است. محمد مصطفی تو دین دیگری داری، همون دین ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام بل ملت ابراهیم، ملت ابراهیم رو جدا کرد. اینها گفتن که یکون هودن و نصارا تهتدوا، قل بل ملت ابراهیم حنیفا. گفتن که برای هدایت شدن یا باید مسیحی باشی یا باید یهودی باشی. الله فرمود بل باطل میکنه قبلش رو، ثابت میکنه بعدش رو. باطل کرد، گفت نه مسیحیت امروزی، نه یهودیت بعد قرآن، نه مسیحیت بعد قرآن بر مسیر هدایت نیستند، بلکه ملت ابراهیم است که همچنان باقی مانده. یعنی دین حقیقی ابراهیم، یعنی به معنای دیگر مسیحیت و یهودیت هیچ ارتباطی با ابراهیم علیه السلام ندارد. یعنی ملت ابراهیم علیه السلام، باور و آیین و دین ابراهیم علیه السلام با مسیحیت بعد از قرآن تا به امروز، با یهودیت بعد از قرآن تا به امروز هیچ نسبتی ندارد. اینها در یک راه دیگر هستند. ابراهیم علیه السلام در مسیر دیگری بوده است. راه ابراهیم علیه السلام در سوره مبارکه آل عمران الله متعال میفرماید آیه 68 ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه. نزدیکترین افراد به ابراهیم علیه السلام کسانی هستند که در زمان خودش با ایمان آوردند، مثل اسماعیل پسرش، مثل اسحاق پسرش، مثل یارانشان در زمان خودشان. والذین اتبعوه و هذا النبی، و این پیامبر یعنی محمد مصطفی علیه السلام، چون دقیقا در مسیر ابراهیم علیه السلام پیش می رود. حنیفاً، پاک بوده است از هر گونه شرک و رویگردان بوده از هر گونه شرک، از هر گونه گناه و معصیت، و روی کرده به سوی الله متعال و روی آورده به سمت توحید. و ما کان من المشرکین. ابراهیم علیه السلام مشرک نبوده است. همین کافی است. شما یهودیان مشرک هستید، شما مسیحیان مشرک هستید و آیات فراوانی در قرآن کریم برای اثبات این موضوع وجود دارد که مسیحیان و یهودیان نه هدایت یافتند، نه موحد هستند، بلکه مشرک هستند و کافر هستند و از راه به در رفتند و اگر با همین اعتقاد از دنیا بروند در جهنم خالداً مخلداً فیها میمانند. این کلام من نیست. آیات کلام الله مجید این سخن را دارد و یکی از دلایل همین آیه است، آیه 135 سوره مبارکه البقره. ممنونم از اینکه تا این لحظه ما را یاری کردید. در برنامه دیگر به همراه شما سروران ادامه آیات رو پیگیر خواهیم شد. در برنامه دیگر ادامه آیه الله متعال باز میفرماید، توضیح بیشتر میده راه ابراهیم علیه السلام رو به کسانی که پیرو ابراهیم علیه السلام بودن و یهودان و مسیحیان. اگر شما به مانند این عده، به مانند مسلمانان، به مانند صاحب ایمانی آوردید، قبول است. اگر نه، شما در دشمنی و انحراف قرار دارید، در یک مسئله دیگری قرار دارید و شما در یک اختلاف واضح و آشکاری با مسیر توحید هستید. تا دیدار دیگر همه شما سروران بر متعال میسپارم. الله یار و نگهدار.
عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.